اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را چون به سراغ او آمد تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. و کسی که سخن راست را آورد و آن را تصدیق کرد، اینانند که پرهیزگارانند. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. برایشان هرچه بخواهند نزد پروردگارشان آماده است، این پاداش نیکوکاران است. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خداوند بدترین اعمالی را که مرتکب شده اند از آنها دور کند و آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست و تو را به کسانی غیر از او میترسانند و هر کس را خدا گمراه کند پس او را هیچ هدایتگری نیست. و من یهد الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام. و هر کس را خدا هدایت کند پس او را هیچ گمراه کننده ای نیست. آیا خداوند پیروزمند انتقام گیر نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علیه یتوکل المتوکلون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، مسلماً گویند خدا. بگو آیا دیدید آنچه را که به جای خداوند می‌خوانید؟ اگر خداوند زیانی برای من بخواهد آیا آنها خواهند توانست زیان او را برطرف کنند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد آیا آنها خواهند توانست رحمت او را باز دارند؟ بگو خدا مرا کافی است و همه توکل کنندگان بر او توکل می کنند. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من، شما بر روش خود عمل کنید،
من نیز به روش خود عمل می کنم، پس به زودی خواهید دانست. من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. چه کسی عذاب خار کننده ای به سراغش می آید و عذابی دائم بر او فرود می آید. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بیگمان ما این کتاب آسمانی را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم، پس هر کس که هدایت شود به سود خود اوست و هر کس که گمراه شود تنها به زیان خودش خواهد بود و تو بر آنها نگهبان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند جانها را به هنگام مرگشان قبض می کند و نیز جان آنها که در خواب خود نمرده اند قبض می کند. آنگاه جان کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و جان دیگری را تا مدتی معین باز پس می فرستد. بیگمان در این امر نشانه های روشنی است برای گروهی که اندیشه می کنند. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا غیر از خدا شفیعانی گرفته اند؟ به آنها بگو اگرچه مالک چیزی نباشند و چیزی را درک نکنند، باز هم از آنها شفاعت می طلبید؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بگو تمام شفاعت از آن خداست، فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، سپس همگی به سوی او بازگردانده می شوید. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. و هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند متنفر و بیزار می شود و هنگامی که کسانی غیر از او یاد شوند، آنگاه است که آنها شادمان می شوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو پروردگارا، ای آفریننده آسمان ها و زمین، دانای نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف می کردند داوری خواهی کرد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
و اگر تمام آنچه که در روی زمین است و همانند آن همراهش از آن کسانی باشد که ستم کردند، یقینا همه را به خاطر سختی عذاب روز قیامت برای رهایی خود از عذاب فدا کنند و برای آنها از سوی خداوند چیزهایی آشکار می شود که هرگز گمان نمی کردند. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و بدیها آنچه انجام داده اند برای آنها آشکار می شود و آنچه به آن مسخره می کردند آنها را فرو می گیرد. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پس چون به انسان رنج و زیانی برسد ما را میخواند، آنگاه چون از جانب خود به او نعمتی عطا کنیم میگوید به سبب دانایی و لیاقت خودم به من داده اند، بلکه این آزمایشی است ولیکن بیشترشان نمیدانند. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. به راستی این سخن را کسانی که پیش از آنها بودند نیز گفتند، پس آنچه را به دست آوردند برای آنها سودی نبخشید. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. پس بدیهای آنچه می کردند به آنها رسید و کسانی از آنها که ستم کردند نیز بدیهای آنچه می کردند به زودی به آنها خواهد رسید و آنها خدا را عاجز کننده نیستند و راه گریزی ندارند. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ای پیامبر، از جانب من بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید، همانا خداوند همه گناهان را می بخشد، یقینا او بسیار آمرزنده و مهربان است. و انیبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. و به سوی پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، آنگاه از سوی هیچ کس یاری نشوید. واتبعوا
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. و از نیکوترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید، پیش از آن که ناگهان عذاب به سراغ شما آید در حالی که شما از آن بیخبرید. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. تا مبادا کسی در روز قیامت بگوید ای افسوس بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان از مسخره کنندگان آیین او بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد یقینا از پرهیزگاران بودم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا هنگامی که عذاب را می بیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتم تا از نیکوکاران می شدم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خداوند می‌فرماید آری آیات من برایت آمد و تو آن را تکذیب نمودی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند میبینی که چهره‌هایشان سیاه شده است. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. و خداوند کسانی را که پرهیزگاری کردند با رستگاریشان نجات می‌دهد، نه رنجی به آنها رسد و نه آنها اندوهگین شوند. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خداوند آفریدگار همه چیز است و او بر همه چیز نگهبان است. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خدا کافر شدند اینان زیانکارانند. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای نادانان، آیا به من فرمان می دهید که غیر خدا را پرستش کنم؟
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. و به راستی که به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شد که اگر شرک آوری یقینا اعمالت تباه و نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود. بل الله فاعبد وکن من الشاکرین. بلکه تنها خدا را پرستش کن و از شکر گزاران باش. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و آنها خدا را چنان که سزاوار بزرگی اوست نشناختند، در حالی که روز قیامت تمام زمین در مشت اوست و آسمانها در هم پیچیده در دست راست اوست. او منزه و برتر است از آنچه شریک او میپندارند. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که خدا بخواهد بیهوش شده و بمیرند. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان آنها بپاخیزند و می نگرند. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. و زمین به نور پروردگارش روشن می شود و نامه اعمال نهاده شود و پیامبران و گواهان را بیاورند و در میان آنها به حق داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد. و وفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما یفعلون. و به هر کس پاداش آنچه کرده است به تمام داده شود و او به آنچه انجام میدهند داناتر است. وسیق الذین كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند تا وقتی به کنار آن رسند درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند آیا پیامبرانی از میان خودتان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از دیدار امروزتان هشدار دهند؟ گویند آری، ولیکن فرمان عذاب الهی بر کافران محقق شده است.
قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. گفته شود از درهای جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، پس چه بد است جایگاه متکبران. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. و کسانی که از پروردگارشان ترسیده اند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا وقتی به کنار آن رسند و درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند سلام بر شما، پاکیزه بوده اید، خوش باشید، پس جاودانه به آن وارد شوید. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. و بهشتی ها گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که وعده اش در حق ما راست بود و سرزمین را به ارث به ما داد که از بهشت هر جا که بخواهیم منزل میگیریم، پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. و ترى الملائکة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش حلقه زده اند، به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان مردم به حق داوری می شود و گفته شود حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند داناست. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. آمرزنده گناه و پذیرنده توبه، سخت عقوبت، صاحب نعمت است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، بازگشت به سوی اوست. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. در آیات خدا جز کسانی که کافر شدند جدال نمی کنند، پس رفت و آمد آنان در شهرها تو را نفریبد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از آنها قوم نوح و گروه های دیگر پس از آنان بودند، پیامبرانشان را تکذیب کردند
و هر امتی آهنگ آن کرد که پیامبرش را دستگیر کند و به باطل جدال کردند تا با آن حق را از میان بردارند. پس من آنها را فرو گرفتم، پس بنگر عقوبت من چگونه بود. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. و این گونه فرمان پروردگارت بر کسانی که کافر شدند محقق شد که آنها اهل آتشند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. کسانی که عرش را حمل می کنند و آنان که بر گرد آن هستند به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده اند استغفار می کنند. می گویند پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس برای کسانی که توبه کرده اند و راه تو را پیروی کرده اند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگهدار. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا و آنها را به باغ‌های جاویدان بهشت که به آنها وعده داده ای وارد کن و همچنین هر که صالح باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان به همان بهشت وارد کن، همانا تویی که پیروزمند و حکیمی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. و آنها را از بدیها نگاه دار و هر کس را که در آن روز از کیفر بدیها نگاه داری مسلماً به او رحم کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بیگمان کسانی را که کافر شدند روز قیامت ندا میزنند که حقاً که خشم و دشمنی خداوند نسبت به شما از خشم و دشمنی خودتان نسبت به خودتان بیشتر است. آنگاه که به سوی ایمان دعوت می شدید پس شما انکار می کردید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. گویند پروردگارا ما را دوباره میراندی و دوباره زنده کردی، پس اکنون به گناهان خود اعتراف کردیم، آیا راهی برای خروج از جهنم وجود دارد؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. به آنها گفته می شود این عذاب بدان سبب است که چون خدا به تنهایی خوانده می شد انکار می کردید و اگر به او شرک آورده می شد ایمان می آوردید، پس اینک داوری از آن خداوند بلند مرتبه است.
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. او کسی است که آیات خود را به شما نشان می‌دهد و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد. تنها کسی پند می‌گیرد که به سوی خدا رجوع می‌کند. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. پس خدا را در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیدید بخوانید و اگرچه کافران خوش نداشته باشند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. او بالا برنده درجات، صاحب عرش، که روح را به فرمان خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد میفرستد تا او مردم را از روز ملاقات بترساند. یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. روزی که همه آنان آشکار شوند چیزی از آنها بر خدا پوشیده نخواهد ماند. خداوند می‌فرماید امروز فرمان روایی از آن کیست؟ آنگاه خود می‌فرماید از آن خداوند یگانه قهار است. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. امروز هر کس به حسب آنچه کرده است پاداش داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست، بیگمان خداوند زود شمار است. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. و آنها را از روز نزدیک بترسان، آنگاه که دلها لبریز از غم به حنجره ها رسد. برای ستمکاران نه دوستی وجود دارد و نه شفیعی که شفاعتش پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خدا خیانت چشمها و آنچه را که سینه ها پنهان می‌دارند می‌داند. والله یقضی بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السمیع البصیر. و خداوند به حق داوری می کند و کسانی را که به جای او می خوانند به هیچ چیز داوری نمی کنند. بیگمان خداوند همان شنوای بیناست. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا آنها در زمین سیر نکرده اند؟ پس بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها در توانایی و پدید آوردن آثار در زمین از اینها برتر و سخت‌تر بودند. پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان فرو گرفت و برای آنها از عذاب خدا هیچ پناه دهنده ای نبود.
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شدید العقاب. این بدان سبب بود که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها می آمدند، پس آنها کفر می ورزیدند. بنابراین خداوند آنها را فرو گرفت، بیگمان او نیرومند و سخت کیفر است. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. به راستی ما موسی را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. به سوی فرعون و هامان و قارون، پس آنها گفتند او جادوگری دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. پس چون حق را از جانب ما برای آنها آورد گفتند پسران کسانی را که با او ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای خدمتکاری زنده بگذارید و نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را برای نجات بخواند. بیگمان من می ترسم که دین شما را دگرگون کند یا در این سرزمین فساد انگیزد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. و موسی گفت من از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید برای آنکه می گوید پروردگار من الله است و همانا دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟ و اگر او دروغگو باشد گناه دروغش بر گردن اوست و اگر راستگو باشد پاره‌ای از آنچه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید. بیگمان خداوند کسی را که اسرافکار و دروغگوست هدایت نمی کند. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم من، امروز فرمان روایی از آن شماست
در این سرزمین پیروزید، پس چه کسی ما را از عذاب خدا یاری می دهد اگر عذاب بیاید؟ فرعون گفت من شما را جز به راهی که مصلحت می بینم سفارش نمی کنم و شما را جز به راه صحیح و رشد هدایت نمی کنم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من، به راستی من بر شما از روزی همانند روز گروه های پیشین می ترسم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مانند حال و شیوه قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند، و خداوند برای بندگانش خواستار ستم نیست. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. و ای قوم من، بیگمان من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا میزنند میترسم. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. همان روزی که پشت کنان روی میگردانید و برای شما هیچ نگهدارنده ای از عذاب خدا نیست، و هر کس را خداوند گمراه کند پس هدایت کننده ای برای او نیست. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. و به راستی پیش از این یوسف با دلایل روشن به نزد شما آمده بود، پس شما از آنچه او برای شما آورده بود پیوسته در شک بودید، تا زمانی که او مرد گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری را مبعوث نخواهد کرد. این گونه خداوند کسی را که اسرافکار شکاک است گمراه می سازد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. همان کسانی که بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد در آیات خدا مجادله می کنند، این عمل نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده اند سخت ناپسند و موجب خشم است. این گونه خداوند بر دل هر متکبر سرکشی مهر می نهد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. و فرعون گفت ای هامان، برای من کوشک بلندی بساز، باشد که به آن درها و راهها دست یابم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. راهها و درهای آسمانها تا به معبود موسی بنگرم و از او آگاه شوم،
و هرچند من او را دروغگو میپندارم. و این گونه برای فرعون زشتی کردارش در نظرش آراسته شد و از راه حق باز داشته شد و حیله و نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم از من پیروی کنید تا شما را به راه درست و صواب هدایت کنم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قوم این زندگی دنیا تنها متاع زود گذر است و همانا آخرت سرای همیشگی است. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هر کس کار بدی مرتکب شود پس جز به همانند آن کیفر نیابد و هر کس از مرد یا زن در حالی که مؤمن است کار شایسته ای انجام دهد پس آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بیشمار به آنها داده خواهد شد. و یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. و ای قوم چیست مرا که من شما را به سوی نجات میخوانم و شما مرا به سوی آتش میخوانید. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مرا دعوت می کنید که به الله کافر شوم و چیزی را که به آن علم ندارم شریک او قرار دهم و من شما را به سوی خداوند پیروزمند آمرزگار دعوت می کنم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قطعا آنچه مرا به سوی آن دعوت می دهید نه حق دعوت در دنیا دارد و نه در آخرت و همانا بازگشت ما به سوی خداست و بیگمان اسراف کارانند که اهل آتشند. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. پس به زودی آنچه را به شما میگویم به یاد خواهید آورد. من کار خودم را به خدا واگذار می کنم. بیگمان خداوند نسبت به بندگان بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس خداوند او را از آسیب آنچه که برایش مکر کرده بودند حفظ کرد و بدترین عذاب آل فرعون را در میان گرفت. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آن عذاب آتش دوزخ است
که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا می شود گفته می شود آل فرعون را در سخت ترین عذاب وارد کنید. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. و چون در آتش جهنم با همدیگر مجادله می کنند پس ناتوانان به کسانی که تکبر ورزیدند می گویند بیشک ما در دنیا پیرو شما بودیم، پس آیا شما امروز می توانید بخشی از آتش را که نصیب ما شده از ما دور کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. کسانی که تکبر ورزیدند گویند بیگمان ما همگی در آن آتش هستیم، همانا خداوند در میان بندگان داوری کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. و کسانی که در آتشند به نگهبانان جهنم میگویند از پروردگارتان بخواهید تا یک روز عذاب را از ما بکاهد. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آنها میگویند آیا پیامبران شما با دلایل روشن نزد شما نیامدند؟ گویند آری. نگهبانان گویند پس خودتان دعا کنید و دعای کافران جز در تباهی نیست. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. یقینا ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان برای گواهی برخیزند یاری می کنیم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روزی که عذرخواهی ستمکاران سودی ندهد و لعنت خدا برای آنان است و نیز سرای بد برای آنهاست. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. و به راستی ما به موسی هدایت عطا کردیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب قرار دادیم. هدى وذكرى لأولي الألباب. کتابی که برای خردمندان هدایت و پند است. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و هر صبح و شام به ستایش پروردگارت تسبیح گوی. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه
فاستعذ بالله إنه هو السمیع البصیر. همانا کسانی که در آیات خدا بدون هیچ حجت و دلیلی که برای آنها آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هایشان جز تکبر نیست که خود به آن نخواهند رسید. پس به خدا پناه ببر، بیگمان اوست که شنوای بیناست. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسلماً آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. و هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند و همچنین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند با افراد بدکار یکسان نباشند. چه اندک پند میپذیرید. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یقینا قیامت آمدنی است، شکی در آن نیست، ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. همانا کسانی که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی با خاری به جهنم وارد می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خداوند کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را روشن قرار داد. بیگمان خداوند بر مردم فضل و کرم دارد، ولیکن بیشتر مردم سپاس نمیگذارند. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. این گونه کسانی که آیات خدا را انکار می کردند از حق منحرف می شوند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خداوند کسی است که زمین را برای شما قرارگاه و آسمان را همچون سقفی قرار داد و شما را صورت بخشید، پس صورتتان را نیکو گرداند و از چیزهای پاکیزه به شما روزی داد. این است خداوند پروردگار شما، پس پربرکت و بزرگوار است خداوندی که پروردگار جهانیان است. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
الحمد لله رب العالمین. او زنده است، هیچ معبودی به حق جز او نیست. پس در حالی که دین خود را خالص گردانیده او را بخوانید. حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیامبر بگو همانا من نهی شده ام از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما به جای خدا می‌خوانید، چون نشانه‌های روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است و مأمور شده ام که برای پروردگار جهانیان تسلیم باشم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از خون بسته، سپس شما را به صورت کودکی از شکم مادر بیرون می آورد، سپس بزرگ می شوید تا به کمال نیرو و قوت خود می رسید، سپس زندگی می کنید تا بعد از آن پیر می شوید. و از میان شما کسی است که پیش از این مرحله می میرد و به بعضی از شما مهلت می دهد تا به اجل معین برسید و شاید بیندیشید. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. او کسی است که زنده می کند و می میراند، پس هنگامی که چیزی را بخواهد تنها به او می گوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. کسانی که کتاب آسمانی و آنچه پیامبرانمان را بدان فرستاده ایم تکذیب کردند، پس به زودی خواهند دانست. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. آنگاه که قلها و زنجیرها در گردنشان خواهد بود و کشیده می شوند. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. در آب جوش سپس در آتش جهنم افروخته می شوند. ثم قیل لهم این ما کنتم تشركون. آنگاه به آنها گفته می شود کجایند آنچه را شریک قرار می دادید. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. به جای خدا گویند از نظر ما ناپدید شدند
بلکه ما هرگز پیش از این چیزی را نمی‌خواندیم. این گونه خداوند کافران را گمراه می‌کند. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. این بدان سبب است که به ناحق در زمین شادمان می شدید و به آن که می نازیدید. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. از درهای جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، پس جایگاه متکبران چه بد است. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خدا حق است. پس اگر قسمتی از چیزهایی را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم، پس در هر صورت به سوی ما بازگردانده می شوند و آنجا کیفر می شوند. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، داستان بعضی از آنها را برای تو بازگو کردیم و داستان بعضی را برای تو بازگو نکرده ایم و هیچ پیامبر را نرسد که معجزه‌ای جز به فرمان خدا بیاورد. پس چون فرمان خدا در رسد به حق داوری شود و آنجا بیهوده گویان زیان خواهند کرد. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. خداوند کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید تا بر بعضی از آنها سوار شوید و از بعضی بخورید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و برای شما در آنها منافعی است و تا با سوار شدن بر آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و نیز بر کشتیها سوار می شوید. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. و خداوند آیاتش را به شما نشان می دهد، پس کدام یک از آیات خدا را انکار می کنید؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا در روی زمین سیر نکردند پس ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها از لحاظ تعداد افراد از اینها بیشتر بودند و در توانایی و پدید آوردن آثار در زمین از اینها برتر و سخت‌تر بودند. پس آنچه به دست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز کند و عذابشان را دور نماید. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم
من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پس چون پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند، به دانشی که نزد خود داشتند خوشحال شدند و آنچه را که مسخره اش می گرفتند آنها را فرا گرفت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پس چون عذاب ما را دیدند گفتند تنها به الله ایمان آوردیم و به معبودهایی که شریک او قرار داده بودیم کافر شدیم. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. پس هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان برای آنها سودی نبخشید. سنت خداست که در میان بندگانش گذشته است و آنجا کافران زیانکار شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. ها میم. تنزیل من الرحمن الرحیم. نازل شدن این از سوی خداوند بخشنده مهربان است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کتابی است که آیاتش به روشنی بیان شده است در حالی که به زبان عربی است برای گروهی که می‌دانند. بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. بشارت دهنده و هشدار دهنده است، پس بیشتر آنها روی گردان شدند، پس آنها نمیشنوند. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. و گفتند دلهای ما از آنچه ما را به آن دعوت می‌کنی در پوشش هایی است و در گوش هایمان سنگینی است و میان ما و تو حجابی است، پس تو به شیوه خود عمل کن، ما نیز به شیوه خود عمل می‌کنیم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. بگو من فقط انسانی مانند شما هستم، به من وحی می شود که معبود شما معبود یگانه است، پس به او روی آورید و از او طلب آمرزش کنید و وای بر مشرکان. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. همان کسانی که زکات نمی دهند و آنها که به آخرت ایمان ندارند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها پاداش بی پایان است.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین. بگو آیا شما به آن کسی که زمین را در 2 روز آفرید کافر می شوید و برای او همتایانی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. و در آن زمین کوه‌ها را از فرازش پدید آورد و در آن برکت داد و خوراک و رزق اهل آن را مقدر و معین فرمود. اینها همه در 4 روز بود. بنابراین برای سؤال کنندگان واضح و روشن گردید. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سپس به سوی آسمان متوجه شد در حالی که به صورت دود بود. پس به آن و به زمین فرمود خواسته یا ناخواسته بیایید. گفتند به دلخواه آمدیم. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پس آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز ساخت و در هر آسمانی کار و تدبیر آن آسمان را وحی کرد و آسمان دنیا را با چراغ‌هایی بیاراستیم و از شیاطین حفظ کردیم. این از تقدیر خداوند پیروزمند دانا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پس اگر آنها روی گرداندند بگو من شما را از صاعقه‌ای همانند صاعقه عاد و ثمود بیم می‌دهم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. چون پیامبران از پیش رو و پشت سر از هر سو نزدشان آمدند گفتند که جز خدا را نپرستید. آنها گفتند اگر پروردگار ما می‌خواست فرشتگانی را نازل می‌کرد پس ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافر هستیم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا ندیدند که خدایی که آنها را آفریده از آنها نیرومندتر است؟
و آنها هموار آیات ما را انکار می کردند. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پس ما تندبادی شدید و سرد در روزهای شوم بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و بیگمان عذاب آخرت خار کننده تر است و آنها از هیچ سوئی یاری نخواهند شد. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. و اما قوم ثمود را هدایت کردیم، پس آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند، لذا به خاطر آنچه می کردند صاعقه عذاب خار کننده آنها را فرو گرفت. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. و کسانی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگار بودند نجات دادیم. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ. و روزی که دشمنان خدا را به سوی آتش گرد آورند، پس آنها برای پیوستن دیگران بازداشته شوند. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تا چون همگی به آن آتش دوزخ برسند، گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنها گواهی می دهند. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. و آنها به پوستهایشان گویند چرا بر علیه ما گواهی دادید؟ در جواب گویند همان خدایی که هر چیز را به سخن آورده است ما را گویا ساخته است و او نخستین بار شما را آفرید و به سوی او بازگردانده می شوید. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. از اینکه مبادا گوشهایتان و چشمهایتان و پوستهایتان بر علیه شما گواهی دهند، گناهانتان را پنهان نمی کردید، ولیکن شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از آنچه را که انجام می دهید نمی داند. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. این گمان بد شما بود که درباره پروردگارتان داشتید، شما را هلاک کرد، پس از زیانکاران شدید. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. پس اگر صبر کنند آتش جهنم جایگاهشان است
و اگر پوزش بخواهند پس عذرشان پذیرفته نمی شود. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. و ما برای آنها هم نشینانی از شیاطین قرار دادیم، پس زشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها برایشان بیاراستند و بر آنها نیز همانند امتهایی از جن و انس که پیش از آنها بودند فرمان عذاب تحقق یافت. بیگمان آنها زیانکار بودند. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. و کسانی که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش فرا ندهید و در هنگام تلاوت آن جنجال کنید و سخنان بیهوده بگویید شاید پیروز گردید. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس یقینا کسانی را که کافر شدند عذاب سختی میچشانیم و آنها را به خاطر بدترین اعمالی که انجام میدادند کیفر میدهیم. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. این آتش کیفر دشمنان خداست که آنان در آن سرای جاوید دارند. کیفری است به سبب آنکه آیات ما را انکار می کردند. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. و کسانی که کافر شدند گفتند پروردگارا آن دو کسان از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان بده که آن دو را زیر پای خود قرار دهیم و لگد کوبشان کنیم تا از پست‌ترین مردم باشند. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنها نازل می شوند و می گویند نترسید و اندوهگین نباشید و بشارت باد به بهشتی که شما وعده داده می شدید. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما در زندگی دنیا و نیز در آخرت دوستان و یاران شما هستیم و برای شما در آن بهشت هرچه دلتان بخواهد فراهم است و هرچه درخواست کنید برایتان حاضر است. نزلا من غفور رحیم.
اینها پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. و چه کسی خوشگفتارتر است از کسی که به سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و گوید بیشک من از مسلمانان هستم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه به نیکوترین شیوه پاسخ ده. پس ناگاه میبینی همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوست صمیمی است. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. و اما جز کسانی که شکیبا باشند آن را نپذیرند و جز دارنده بهره بزرگ از ایمان و اخلاق آن را نپذیرد. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و هرگاه وسوسه ای بازدارنده از سوی شیطان تو را بازگرداند پس به خدا پناه ببر، یقینا اوست که شنوای داناست. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و برای ماه سجده نکنید و برای خدایی که آنها را آفریده است سجده کنید اگر تنها او را می پرستید. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پس اگر کافران تکبر کنند باکی نیست، پس کسانی که نزد پروردگارت هستند شب و روز او را تسبیح میگویند و آنان خسته نمیشوند. ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدیر. و از نشانه های او این است که زمین را خشک و بیجان میبینی. پس هنگامی که آب باران را بر آن فرو فرستیم به جنبش درآید و برویاند. بیگمان کسی که آن را زنده کرد یقینا مردگان را زنده می کند. بیشک او بر هر چیز تواناست. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصیر. بیگمان کسانی که در آیات ما کجروی می کنند بر ما پوشیده نیستند. آیا کسی که در آتش انداخته شود بهتر است
یا کسی که روز قیامت ایمن و بدون وحشت بیاید. هرچه می‌خواهید بکنید، مسلماً او به آنچه انجام می‌دهید بیناست. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. بیگمان کسانی که به ذکر هنگامی که برای هدایت آنان آمده کافر شدند نیز بر ما پوشیده نیستند و به راستی که آن کتابی ارجمند است. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید. که هیچ گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن بدو راه نیابد، از سوی حکیم ستوده نازل شده است. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ای پیامبر، به تو چیزی گفته نمی شود مگر آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شد. مسلماً پروردگار تو دارای آمرزش و هم دارای مجازات دردناک است. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. و اگر آن را قرآنی عجمی قرار می‌دادیم یقیناً می‌گفتند چرا آیاتش روشن و واضح نیست؟ آیا قرآن عجمی است و مخاطب آن عربی است؟ بگو این قرآن برای کسانی که ایمان آوردند هدایت و شفاست و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است و آن قرآن برایشان مایه کوری است. آنان همچون کسانی اند که گویا از جایی دور ندا داده می شوند. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. و به راستی ما به موسی کتاب تورات دادیم، پس در آن اختلاف شد و اگر فرمانی از پروردگار تو پیش از این نبود مسلماً در میان آنها داوری میشد و بیگمان آنها درباره آن در شکی قوی هستند. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. هر کس که کار شایسته‌ای انجام دهد پس به سود خود اوست و هر کس بدی کند پس به زیان اوست و پروردگار تو هرگز به بندگان ستم نمی کند.